сураи Юсуф дар Макка нозил шуд 111 оят ва 12 руку аст. بسم الله الرحمن الرحیم. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. алиф лом ро. ин оятҳои китоби равшан аст. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ба дурустӣ ки мо онро қуръони арабӣ фурӯ фиристодем, бошад ки шумо ба ақл дарёбед. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین. ما با وحی فرستادن خود به سوی تو این قرآن را بر تو بهترین قصه می‌خوانیم و همان حال این است که تو پیش از آن از بیخبران بودی. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کن چون یوسف به پدری خود گفت ای پدری من، به درستی که من به خواب 11 ستاره و آفتاب و ماه را دیدم، اینها را برای خود سجده کننده دیدم. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتك فیکیدوا لك کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. گفت ای پسرک من، خواب خود را پیش برادرانت بیان مکن که آنگاه در حق تو حیله بیندیشند. همانا شیطان دشمنی آشکاری آدمی است. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. و همچنین یعنی آنچنان که در خواب به تو نمود، پروردگارت تو را برگزیند و به تو علم تأویل احادیث را یعنی تعبیر خواب را بیاموزد و نعمت خود را بر تو و بر فرزندان یعقوب تمام کند، چنان که آن را پیش از این بر دو پدر تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود. همانا پروردگار تو دانای استوارکار است. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. به درستی که در قصه یوسف و برادران او برای سؤال کنندگان نشانه ها هست. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. چون گفتند یوسف و برادر حقیقی او نزد پدرمان
از ما دوست داشته تر است و ما گروه نیرومند هستیم. همانا پدرمان در خطای آشکار است. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتكونوا من بعده قوما صالحین. یوسف را بکشید یا به زمین نامعلوم بیفکنید تا توجه پدری شما به سوی شما شود و تا بعد از این گروه شایسته باشد، یعنی توبه کنید. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. گوینده از آنها گفت یوسف را مکشید و اگر کار کردنی هستید او را در چاه تاریک بیفکنید تا بعضی از کاروانیان او را برگیرند. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. گفتند ای پدر ما، تو را چی شده است که ما را بر یوسف امین نمیپنداری و به درستی که ما برای او نیکخواه هستیم. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. او را فردا با ما بفرست تا میوه بسیار بخورد و بازی بکند، همانا ما نگهبان او هستیم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. گفت همانا آن که شما او را ببرید مرا اندوهگین میکند و از آن میترسم که او را گرگ بخورد و شما از وی بخبر باشید. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. گفتند اگر او را گرگ بخورد و ما یک گروه نیرومند هستیم، هر آینه آنگاه ما زیانکار باشیم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. پس چون او را ببردند و عزم کردند که او را در چاه تاریک بیفکنند، به سوی او وحی فرستادیم که البته آنها را روز از این مجرایشان خبردار خواهی کرد و آنها نشناسند. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. و شبانگاه گریان پیش پدر خود آمدند. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. گفتند ای پدر ما، همانا ما در مسابقه شروع کردیم و یوسف را نزد رخت خیش گذاشتیم، پس او را گرگ بخورد و اگرچه ما راستگو هستیم تو باوردارنده ما نیستی، یعنی به ما باور نمی کنی. وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. و بر پیراهن او خون دروغ را آوردند. یعقوب گفت نه، بلکه نفس شما برای شما تدبیر را آراسته است. پس کار من صبری نیک است و از خدا برای آنچه شما بیان میکنید مدد طلبیده می شود. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. و کاروان آمد. پس آبکش خود را فرستادند و او دلو خود را انداخت. گفت ای مژدگانی، این نوجوان است. و اهل قافله او را چون سرمایه پنهان ساختند و خدا به آنچه می کردند دانا است. و شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. و برادران او را به بهای اندک درهم چند شمرده شده فروختند و درباره او بی‌رغبت بودند. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و آن کس از اهل مصر که یوسف را بخرید به زن خود گفت جای او را گرامی دار، شاید که ما را نفع دهد یا او را فرزند گیریم. و همچنین یوسف را در آن زمین قرار دادیم تا به او علم تأویل احادیث را بیاموزیم، یعنی تعبیر خواب را. و خدا بر کار خود توانا است ولیکن اکثر مردم نمی دانند. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون یوسف به حد کمال خود رسید به او دانایی و علم دادیم و همچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. و آن زن که یوسف در خانه اش بود از او طلب کرد تا از حفظ خود بگذرد، یعنی کنایت از طلب همخوابگی است. و درها را ببست و گفت پیش آی. گفت به خدا پناه میبرم او صاحب من است، جای مرا نیکو ساخت، یعنی به او خیانت نمی کنم. به درستی که ظالمان رستگار نمی شوند. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
و همانا آن زن به سوی یوسف قصد کرد و اگر یوسف دلیل پروردگار خود را نمیدید به سوی او قصد میکرد. چنین کردیم تا بدی و بی‌حیایی را از وی بگردانیم، به درستی که وی از بندگان خالص ما است. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. و هر دو به سوی دروازه بشتافتند و آن زن پیراهن یوسف را از پس پشت بدرید و شوهر زن را نزد دروازه یافتند. زن گفت چیست جزای کسی که به اهل تو کاری بد خواسته باشد مگر آن که به زندان کرده شود یا عذاب درد دهنده؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف گفت این زن از من طلب کرد تا مرا از حفظ نفس خود غافل کند و گواه از قبیله زن گواهی داد که اگر پیراهن یوسف از پیش دریده است پس این زن راست گفته است و یوسف از دروغگویان است. و این کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. و اگر پیراهن او از پشت دریده است پس آن زن دروغ گفته است و یوسف از راستگویان است. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. پس چون شوهرش پیراهن او را دید که از پس دریده است گفت همانا این کار از مکر شما است ای زنان، همانا مکر شما ای زنان بزرگ است. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین. ای یوسف از این ماجرا درگذر و ای زن برای گناه خود آمرزش بخواه که به درستی تو از خطا کنندگان بوده ای. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. و زنان چند در شهر گفتند زنی عزیز از نوجوانی خود می خواهد تا او را از حفظ نفس خود غافل کند. همانا یوسف عشق خود را در دل او جا کرده است. هر آینه ما او را در گمراهی آشکار می بینیم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا
وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. پس چون زنی عزیز غیبت آنها را شنید به سویشان آدم فرستاد و برایشان مجلس مهیا کرد و به هر یکی از آنها کارد داد و گفت ای یوسف بیرون آی بر این زنان. پس چون یوسف را دیدند او را بزرگ یافتند و دستان خیش ببریدند و گفتند پاک است خدا این نوجوان، آدمی نیست، این بجز فرشته گرامی نیست. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. زنی عزیز گفت این آن کس است که مرا در عشق وی ملامت کرده بودید. به درستی که من از وی طلب کردم تا او را از حفظ نفس خودش غافل کنم. پس خود را نگاه داشت. اگر آنچه به او می‌فرمایم نکند البته زندان کرده شود و از خارشدگان باشد. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه والا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین. ای پروردگار من، برای من زندان دوست داشته تر از آنچه است که مرا به سوی آن میخوانند و اگر تو فریب این زنان را از من باز نداری البته به آنها میل کنم و از نادانان باشم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السمیع العلیم. پس پروردگارش دعای او را قبول کرد و فریب آنها را از یوسف باز داشت. به درستی که وی شنوای دانا است. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لیسجننه حتی حین. سپس مردم را بعد از دیدن این نشانه ها آشکار شد که البته او را تا مدت به زندان افکنند. یعنی مشورت کردند که یوسف را به زندان باید کرد تا برای مردم بیگناهی زلیخا ثابت شود. و دخل معه السجن فتیان قال احدهما اینی ارانی أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. و همراه یوسف دو جوان به زندان داخل شدند. یکی از آنها گفت همانا من خود را به خواب دیدم که آب انگور می فشارم. و دیگری گفت همانا من خود را به خواب دیدم که بر سر خود نان برداشتم که مرغان از آن می خورند. ما را از تعبیر این خواب خبردار کن، به درستی که تو را از نیکوکاران می بینیم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. گفت هیچ طعامی که شما را داده می شود یعنی در خواب به شما نخواهد آمد مگر پیش از آن که به شما بیاید شما را از تعبیر آن خبردار کنم، یعنی دلیل راستی تعبیر. این تعبیر از آن قبیل است که پروردگار من مرا آموخته است. همانا کش قومی را ترک کردم که به خدا ایمان نمی آورند و آنها به آخرت اعتقاد ندارند. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. و کش پدران خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی کردم. ما را نشاید که چیزی را شریک خدا مقرر کنیم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولیکن بیشتر مردم شکر نمی کنند. یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای دو یاری زندانی من، آیا خدایانی پراکنده بهترند یا خدای یکتای غالب؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شما بجز خدا عبادت نمی کنید مگر نامهای چند را که شما و پدران شما مقرر کرده اید. خدا بر آنها هیچ دلیل نفرستاده است. بجز خدا دیگری را فرمان روایی نیست. فرمود که بجز خود او دیگری را عبادت مکنید. این کش درست است، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ای دو یاری زندانی من، یکی از شما مولای خود را شراب بنوشاند و اما آن دیگر بردار کرده شود، پس مرغان از سر او بخورند. در کاری که از آن سؤال میکنید قضای الهی رفته است. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. و یوسف به شخص از آن دو کس که دانسته بود که نجات یابنده است گفت مرا نزد مولای خود یاد کن.
پس شیطان از خاطر وی فراموش گردانید که پیش مولای خود یاد کند. پس یوسف چند سال در زندان ماند. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. و پادشاه گفت به درستی من به خواب 7 گاو فربه را دیدم که آنها را 7 گاو لاغر می خوردند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه دیگری خشک را دیدم. ای پیشوایان قوم، اگر خواب را تعبیر می کنید در باب خواب من به من جواب دهید. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. گفتند این خوابهای پریشان است و ما به تعبیر خوابهای پریشان دانا نیستیم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. و آن شخص از آن 2 کس که نجات یافته بود و بعد مدت به یاد آورده بود گفت من شما را از تعبیر این خواب خبر می دهم، پس مرا بفرستید. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. گفت ای یوسف، ای راستگو، با من درباره این خواب 7 گاو فربه که آنها را 7 گاو لاغر میخورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه دیگری خشک جواب ده تا که من به سوی مردم باز کردم تا آنها بدانند. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. گفت 7 سال پای در پای عادتی خود کشت کنید، پس آنچه بدروید آن را در خوشش بگذارید مگر اندکی که از آن بخورید. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. باز بعد از آن 7 سال سخت بیایند آنچه را که برای آنها ذخیره نهاده بودید بخورند مگر اندکی از آنچه به احتیاط نگاه دارید. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. باز بعد از آن سال بیاید که در آن بر مردم باران فرستاده شود و در آن افشردنی ها را بیفشارند. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. و پادشاه گفت
یوسف را پیش من بیارد. پس چون فرستاده پادشاه نزد یوسف آمد، او گفت به سوی مولای خود باز کرد. پس از او سؤال کن حال آن زنان که دست خویش را بریدند چیست؟ به درستی که پروردگار من به حیله بازی آنها دانا است. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پادشاه گفت حال شما چی بود وقتی که از یوسف خواستید تا او را از حفظ نفس بلغزانید؟ گفتند پاکی خدای را است، ما بر یوسف هیچ گناه ندانستیم. زنی عزیز گفت اکنون سخن راست آشکار شد که من از وی خواستم تا او را از حفظ نفس خودش بلغزانم و همانا او از راستگویان است. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف گفت این همه برای آن است تا عزیز بداند که من غایبانه به او خیانت نکردم و بداند این که خدا خیانتکاران را راه نمی نماید. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. و من نفس خود را به پاکی صفت نمی کنم. همان نفس بسیار فرماینده و بدی است مگر آن وقت که پروردگار من مهربانی کند. به درستی که پروردگار من آمرزنده مهربان است. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. و پادشاه گفت او را پیش من بیارید تا وی را از خاصان خود سازم. پس چون با یوسف سخن گفت یعنی قابلیت او را بشناخت فرمود ای یوسف هر آینه تو امروز نزد ما صاحب قدر امانتدار هستی. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. گفت مرا بر خزینه های این سرزمین بگمار، همانا من نگهبان دانایم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. و همچنین یوسف را در آن زمین منزلت دادیم. در آن زمین هر جا که می‌خواست جای می‌گرفت. به هر کی خواهیم رحمت خود را می‌رسانیم و مزد نیکوکاران را نابود نمی‌کنیم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. و همانا مزد آخرت برای آنان که ایمان آوردند و پرهیزگاری میکردند بهتر است. یعنی بعد از این در همه ناحیه‌های مصر و شام قحط افتاد. به اولاد یعقوب مشقت زیاد رسید. به سوی یوسف روانه شدند. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
و برادران یوسف آمدند و بر وی داخل شدند. پس او آنها را بشناخت و آنها او را ناشناسا بودند. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. و چون سامان آنها را برایشان مهیا کرد گفت برادری خود را که از پدر شما است پیش من بیارید، یعنی از دیگر مادر جدا. آیا نمی بینید که من پیمانه را به تمامی می دهم و من بهترین مهمانداری کنندگان هستم؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. و اگر او را پیش من نیاورید پس نزد من برای شما هرگیز پیمانه نباشد و به من هرگیز نزدیک نشوید. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. گفتند با پدر او گفت و شنید میکنیم، ما البته این کار را خواهیم کرد. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. و یوسف به غلامان خود گفت سرمایه آنها را در خرجین‌هایشان بنهید، شاید آنها چون به اهل خانه خیش باز روند آن را بشناسند بود که آنها باز آیند. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. پس چون به سوی پدر خیش بازگشتند گفتند ای پدر ما، پیمانه از ما من کرده شد، پس برادر ما را با ما بفرست تا پیمانه گیریم و همان ما نگهبان وی هستیم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب گفت شما را بر وی امین نگیرم مگر چنان که پیش از این شما را بر برادر وی امین گرفته بودم. پس خدا نگهدارنده بهتر است و او مهربانترین مهربانان است. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. و چون بارهای خود را بکشادند سرمایه خود را یافتند که به آنها بازگردانیده شده است گفتند ای پدر ما، بیش از این چی می‌خواهیم؟ این سرمایه ما است که به سوی ما بازگردانیده شده است. پس به ملک باز رویم و برای کسان خود غله آوریم، برادر خود را نگهبانی کنیم و پیمانه یک شتر زیاده آوریم
و آنچه آورده‌ایم پیمانه اندک است. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. گفت او را با شما نفرستانم تا آنکه پیمانی از خدا به من دهید که البته او را به من باز آرد مگر آنکه گرفتار کرده شود. پس چون پیمان خویش را به او دادند، یعقوب گفت خدا بر آنچه میگویم نگهبان است. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. و گفت ای پسران من، از یک دروازه داخل مشوید و از دروازه های پراکنده درآیید، یعنی تا چشم زخم نرسد، و چیزی را از قضای خدا از سر شما دفع نمی کنم و بجز خدا کسی را فرمان روایی نیست. بر وی توکل کردم و متوکلان باید که بر وی توکل کنند. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و چون از آن راه که پدرشان به آنها فرموده بود داخل شدند، چیزی را از قضای خدا از سر آنها دفع کرده نمی توانست، لیکن خطره را سرانجام داد. یعنی خطره اینجا به معنای اندیشه را در دل گذرانیدن، به خاطر گذرانیدن کار یا اندیشه و یا فکر که در ضمیر یعقوب بود و به درستی که او به آنچه او را آموخته بودیم صاحب علم بود، ولیکن اکثر مردم نمی دانستند. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. و چون بر یوسف وارد شدند، برادر خود را نزد خود جای داد، گفت به درستی که من برادری تو هستم، پس به سبب آنچه می کردند اندوهگین مباش. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پس وقتی که سامان آنها را برایشان مهیا کرد، جام را در خورجین برادر خود نهاد. بعد از آن آواز کننده آواز داد ای کاروانیان، همانا شما دزدید. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. کاروانیان را به سوی آنها آورده گفتند چیست آنچه گم کرده اید؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. گفتند پیمانه پادشاه را گم کرده ایم
و برای کسی که آن را بیارد یک باری شتر باشد و من به این وعده ضامنم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. گفتند به خدا همانا دانسته اید که ما نآمده ایم تا در زمین فساد کنیم و هرگز دزد نبوده ایم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. گفتند اگر شما دروغگو باشید پس جزای این فعل چیست؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. گفتند جزای این فعل گرفتن کسی است که جام در خرجین او یافته شود، پس گرفتن همان کس جزای او باشد، یعنی او را غلام گیرند. ما ستمگران را همچنین جزا می دهیم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم. پس یوسف پیش از خرجین برادر خود به کافت و کاو خرجین های آنها شروع کرد. بعد از آن پیمانه را از خرجین برادر خود برآورد. همچنین برای یوسف تدبیر کردیم. او نمیخواست که برادر خود را به حکم دین پادشاه اسیر گیرد، لیکن او را به خواست خدا اسیر گرفت. هر کسی را که خواهیم در درجه ها بلند میگردانیم و بالای هر صاحب علم دانای هست. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. گفتند اگر این شخص دزدی کند دور نیست که برادر او پیش از این دزدی کرده بود. پس یوسف این سخن را در ضمیر خود پنهان داشت و آن را پیش آنها آشکار نکرد. در دل خود گفت شما در منزلت بدترید و خدا به آن چی بیان میکنید دانا است. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. گفتند ای عزیز همانا او را پدری هست پیری کلانسال، پس از ما یکی را به جای او بگیر، به درستی که ما تو را از نیکوکاران میبینیم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. گفت به خدا پناه میبرم از آن که کسی را بگیرم مگر آن کس که مال خیش را نزد او یافته ایم، همانا ما آنگاه ستمگر باشیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا
قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاکمین. پس چون از وی ناامید شدند تنها مشورت کنان به خلوت رفتند. بزرگترین آنها گفت آیا ندانسته اید که پدرتان پیمانی از خدا بر شما گرفته است و شما پیش از این در حق یوسف کوتاهی کرده بودید؟ پس از این سرزمین جدا نخواهم شد تا وقتی که پدرم به من اجازت دهد یا خدا مرا حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ای برادران، به سوی پدر خیش باز روید. پس بگوید ای پدر ما، به درستی که پسر تو دزدی کرد و جز به آنچه می دانستیم به چیز گواهی ندادیم و علم غیب را یاد نداریم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. و از دهی که ما در آن بودیم و از کاروانی که ما در آن آمده ایم بپرس و البته ما راست گوییم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب گفت بلکه نفسهای شما کار را برای شما آراسته کرده است. پس حال من صبر نیک است. امید آن است که خدا همه آنها را یک جا پیش من بیارد. به درستی که او دانای با حکمت است. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. و از آنها روی بگردانید و گفت ای دریغ بر یوسف، و دو چشم او به سبب اندوه سفید شد و او از غم کور شده بود. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. گفتند به خدا همیشه یوسف را چندان یاد میکنی که بیمار شوی یا از هلاک شوندگان بگردی. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. گفت جز این نیست که غم سخت خود و اندوه خود را پیش خدا بیان میکنم و از جانب خدا آنچه را میدانم که شما نمیدانید. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ای پسران من، بروید پس یوسف و برادر او را جستجو کنید و از رحمت خدا ناامید مباشید. هر آینه سخن این است که از رحمت خدا به جز گروه کافران کسی ناامید نمی شود. فلما دخلوا عليه قالوا يا
أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. پس چون بر یوسف داخل شدند گفتند ای عزیز به ما و کسان ما سختی رسیده است و ما سرمایه نامقبول آورده ایم. پس به ما پیمانه تمام بده و بر ما صدقه بده. به درستی که خدا صدقه دهندگان را پاداش می دهد. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. گفت آیا دانستید که با یوسف و برادرش وقتی که شما نادان بودید چی کردید؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. گفتند آیا در حقیقت تو یوسفی؟ گفت من یوسفم و این برادری من است. به درستی که خدا بر ما انعام کرد. هر آینه سخن این است که هر کی پرهیزگاری کند و صبر نماید پس خدا مزد نیکوکاران را نابود نمی کند. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. گفتند قسم به خدا همان خدا تو را بر ما برتری داده است و به درستی که ما خطاکار بودیم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. گفت امروز سرزنش بر شما نیست. خدا شما را بیامرزد و او مهربانترین مهربانان است. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. این پیراهن مرا ببرید و آن را برای پدرم بیفکنید تا بینا شود و همه اهل خویش را یک جا پیش من بیاورید. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. و چون کاروان جدا شد یعنی از شهر پدرشان گفت اگر مرا به نقصان عقل نسبت نکنید به درستی که من بوی یوسف را میابم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. گفتند به خدا همانا تو در خطای قدیم خود هستی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. پس چون مژده دهنده پیش وی آمد پیراهن را برای وی انداخت پس بینا گشت. گفت آیا به شما نگفته بودم که همانا من از جانب خدا آنچه را میدانم که شما نمیدانید. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. گفتند ای پدر ما برای گناهان ما در حق ما آمرزش بخواه به درستی که ما
گناهگار بودیم. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم. گفت از پروردگار خود برای شما آمرزش طلب خواهم کرد، به درستی که او آمرزنده مهربان است. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پس چون نزد یوسف در آمدند، یعنی در خیمه‌اش، و او برای استقبال برآمده بود، پدر و مادرش را پیش خود جای داد و گفت اگر خدا خواسته باشد به مصر امین شده درآید. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. و پدر و مادرش را بر تخت بنشاند و آنها پیش او به سجده افتادند و گفت ای پدر من، این تعبیر خواب من است که پیش از این دیده بودم. همانا خدا آن را راست ساخت و او به من نعمت فراوان داد چون مرا از زندان بیرون آورد و بعد از آن که شیطان میان من و میان برادران من خلاف افکند شما را از صحرا آورد. به درستی که پروردگار من هر چیزی را که می خواهد به تدبیر نیک سازنده آن است. همانا او دانای با حکمت است. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای پروردگار من، به من پادشاهی دادی و به من تعویل احادیث را آموختی، یعنی تعبیر خواب را. ای پیدا کننده آسمان ها و زمین، تو در دنیا و آخرت کارساز من هستی. مرا مسلمان بمیران و مرا با نیکوکاران بپیوند. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. این قصه از اخبار غیب است. آن را به سوی تو وحی میکنیم، یعنی مخاطب محمد صلی الله علیه و سلام. و چون بدسگال کنان بر مشورت خود عزم کردند تو نزد آنها نبودی. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. و اکثر مردم اگرچه تو آرزو کنی مؤمن نیستند. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. و تو برای تبلیغ قرآن از آنها مزد طلب نمی کنی. این بجز پند برای عالمیان چیزی نیست. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. و بس آن نشانه ها در آسمان ها و زمین است که آنها بر آن می گذرند و از تأمل در آنها رو گردانند.
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون و اکثر آنها به خدا ایمان نمی آورند مگر آن که برای او شریک مقرر کردند. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون آیا امین شدند از آن که عقوبت فراگیر از عذاب خدا بر آنها بیاید یا قیامت ناگهان به آنها بیاید و آنها آگاه نباشند؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بگو این راه من است، من و پیروان من با حجت آشکار به خدا میخوانیم و خدا پاک است و من از شرک آورندگان نیستم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. و ما پیش از تو کسی را نفرستادیم مگر مردانی را از اهل دهه ها که به آنها وحی می فرستادیم. آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند آخری کاری کسانی که پیش از آنها بودند چگونه شد و همانا سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است؟ آیا نمی فهمید؟ حتی اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. مهلت دادیم تا وقتی که پیغمبران ناامید شدند و قومشان گمان کردند که آنها به دروغ وعده کرده شدند، یاری ما به آنها رسید و هر کس را که خواستیم نجات داده شد و عذاب ما از گروه ستمگران باز داشته نمی شود. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. به درستی که در قصه پیغمبران برای صاحب خیردان پنده هست. قرآن سخن نیست که بربافته باشد، ولیکن تصدیق کننده آنچه است که پیش از وی است و بیان کننده هر چیز و هدایت و بخشایش برای مؤمنان است.